هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ اسب یکی از کشاورزان در چاهی خشک افتید. اسب از درون چاه آواز می‌برآورد. کشاورز باشد فکر می‌کرد چطور اسب را به بیرون بیاورد. بالاخره کشاورز ناامید شد و با خود گفت: اسب پیر شده است. برآوردن اسب پول زیاد را طلب می‌کند و با آن پول اسب جوان خریده می‌تواند. از همسایه‌هایش یاری طلب کرد که چاه را ویران کنند و با همین از چاه خشک خلاص می شود و از اسبی پیر و هیچ پولی خرج نمی کند. مردم شروع به کار کردند. خاک را به چاه می انداختند. هر وقت بالای اسب پر از خاک می شد خود را می تکاند. چاه آهسته آهسته پر می شد و اسب آهسته به بالا می آمد. ناگهان آواز اسب را شنیدند. دیدند که اسب است. دیگر نزدیک بود که به بیرون برآید تا که چاه پر از خاک شد و اسب برآمد. حیات دنیا همین است. غم و دقت را بر دوشت می‌گذارد و هرچند خواستی فراموشش کنی تو را فراموش نمی کند. باید خود را بتکی تا که بر دنیا غالب شوی. با این حال دوام دادی روز خود را در بلندی می‌بینی. هیچ وقت در مقابل سختی تسلیم نشو و ناامید نشو. هر وقت که حس کردی که دیگران تو را زنده گور میکنند حرکت کن. آنچه را که تو حس میکنی دیگران حس نمیکنند و اگر ساعتها را صرف کنی که حسیاتت را بفهمند نمیفهمند. تپش دلت را نمیبینند و نه به آنها گرمی آب دیده‌ات میرسد. خاموش بودنت بهتر است. سرت را بردار. خدا داری. او تو را میشنود و شکایتت را قبول میکند.